السلام مخلصم از این طول زندگی گذشته است شغل و حضور نیک در پیش همه در سلام مسیح دادای اوازو مقصد با هر حضور مشنکی سوزم. سلام با همه مخصوص از دل و جانی ما تاجیکای دنیا. با این ماه بزرگ شریفی رمضان من شما را پیش از همه تبریک میگم. از درگاه الهی آرزو دارم که خداوند در این ماه همه گناه ما را ببخشه که شاید بنده پرگناه هستیم و انشاءالله الله مهربان بخشنده است. منم نیز از همه شما بخشش میپرسم، از همه چه در تاجیکستان از برادران و از همه اونها و ازبکستان، روسیه، امریکا، کانادا، همه که هستن من همه شما بخشش میپرسم. اگر مبادا که در شاید که در وقتهای عصبانی و در وقتهای جاهلی سخن ناجور از دهنی من برآمده باشه از همه شما معذرت میخوام، مرا ببخشید. الله بخشنده است و به همه این معلوم است که خیلی روزا کمتر سخت است و انشاءالله که همش پشت سر می شود. خدا امید داریم و نیز ما هم در این زمان در مسکو کارانتین موندیم. از دوستایی که داشتم من چند مدتی که من در روی صحنه نبودم 6 سال راستی گپ در کوارتیران بودیم و دوستام خیلی 3 دوست هست من تا 60,000 دلار که مرا کیدت کردن خوب ترش هیچ گپ نیست، همش میگذره. انشاءالله روزای نزدیک با همش خوب میشود، این کسلی هم پشت سر میشود این روزا همش انشاءالله. خدا قوت دهد ممنون الله. و من نیز در می کارانتین روز دیگه کمی 2 ماه پیش درصد من دچار شده بودیم و دستمان شکسته بود من اینجا و شست کمی هم سوز شده بود و باز کم ککتر همین ما از خوش بیهوش شدیم، در روی بنا افتیدیم. ما هم دسته کمی شکست از هم جای با برآمدگی است و این روزا میبینیم که کارانتین است. مثال برادر رو میگم که برادری که خدمتشون کردم امروز میگم که کمی هم یاردم کنین. من روز دیگه من هیچ جای بجو چی است چی ای خدا من خدا از شما بجا کنم از خدا بجا کرده میشه، دروغ بگم با شما پیش پروردگار دروغ کنم نمیشه. کمی از بعضی برادران کمک پرسیدم که من در یک اپریل 3 ماه 78,000 فتیستیم و تو بعد کارانتین انشاءالله که با مراکمون سر میشه با من در خدمت نیست که یکم تاش کمی برادری که بودن هم دستگیر کرده استم و رو حضور احمد ما هم وقت دعاشون میکنم که خداوند نگهبان شما باشه. شهر بچهای نری تاجیک زیاد هستن، در تاجیکستان هم توای من هستن زیسه هم اینو که خدمتوی من را کردم که هم از بری من دور شده که توجه من دور نشده بری من و دیگه برادر هستن که سال همون خدمتو کردم. من انشاءالله هستم برادر ازبکستان برادری که من دستگیری کردم. من همه شما می ندارم و همون خواهش میکنم که انشاءالله یک باره که دیگر کمکی به من کنیم. من همون برادرایی گفتم که من مخلصایی دارم که هر یک مخلص من $1 مده اگر یاردم کنن من انشاءالله همه پلاجینی میبرم با من مهاجرانی که در اینجا هستن غریب هستن من انشاءالله که باید دستگیری میکنم. روز دیگه من از بانکم کمی هم پول موندگی امروز خبر آوردن که برای 3,000 خونه مرا فروختنی هستن. یکی التماس کردیم که کمی طاقت کنین ما انشاءالله این مشکلات پسر میشه میبریم. ما در خدمت شما هستیم. یک خیلی دوستای هستن که هیچ گپ نیست. من انشاءالله من مخصوصا من باوری دارم. من امروز در این کسرم 4 روز پیشیدم 5 روز پیشیدم من در خانه ما تبابات فرستادم. من راستی نکردم من اینجا همه دورو من همه دورو
الکترونیکی و این و یکی کپلویی که مونیم همش در خونه من راستی گپ توبت کردم که بوم نرم که اون کسل دیگه بودن سالی بعد از اینو میگن که انشالله ما شما مختصامی بیزار که من گدو گین من میدونم کمیتر رو 24 می نویسین مرحمت نویسین من تاجیک من برای تاجیک جانم میتم من نمیخواستم همه خیر راستی گپ زنم یکی کمیم با من زور اومدم چی من مجبور شدم همین کارا کردم یکی اگر هیچ گپ نیست دوستایی که من چند مدتی پولای من بر نگردون دستین شاهدای من هست در تاجیکستان که من قرض داره یکی انشاءالله خدا خواه من گفتم که فکری فرزندای من کنیم اقلا من 10,000 دلاری من رو یاردم کنیم من یکم مشکلی ندارم دیگه من انشاءالله من این مشکل پسر میشه من دلم صاف است بخیلی ندارم من کینه ندارم من مخلصای عزیز جیان دلی من به من هم بگی 1 دلاری من خواهش میکنم من برقصد نمیکنم تو مرد تو نومرد میفهمی انشاءالله که با من کی هستم من شکسته باشم که ریختگی نیستم خودت فهم برادر عزیز که این گپ ذات تعلق داره لیکن برادرایی که من تاجیکستان همه شهر نره که یاردم کردن با انشاءالله من میکنم من در اینجا کارتای من هست من اینجا کارتای تاجیکستان نمره تاجیکستان از شما خواهش میکنم التماس برادرو صنعتکارو همتون بخشش من گپای زیادی اگر دست شما گفته باشم مرا ببخشید من از شما منظرت عذر کلام میخوام از ازبکستان از روسیه از کانادا از همه امریکا از همه جای گوشه دنیا تاجیکستان همه شما منظرت میخوام من ببخشید التجا دارم میدارم الله بخشنده است من گناه دارم از شما خطایی کردگی است من ببخشید ما انشالله که با در خدمت شما است زنده باشین من انتظاری همه مخلصای خودم هستم که شما مرا دستگیری میکنیم لیکن تو برادر این روز مرا دستگیری نکردی تلفنی من نمیبرداری خدا خواه انشالله با من با پیشت خبرگیری میبیام با دست پول میبیام انشالله سلامت باشه خدا نگهبانتون باشه از این جانی من انتظار هستم من کمک کنم خواهش دارم